سلام گایز، خوش اومدید. خب سلام گایز، خوش اومدید به ادامه بازی چی بازی اگر گفتید. خوش اومدید به ادامه بازی استراتژیک جنگ دوم. من یه بار خب همونطوری که قول داده بودم، چون که نشد و باز قبلی همونجور که اگر دیده باشید فهمیدید که نتونستیم فرانسه رو بگیریم و شوروی هم حمله کرد و کلا نصف شدیم. گفتم که یه پارت دیگه قرار بسازم و از یه سیو جدید بیام. سیو جدید اومدم یه خورده بازی کردم تا به اونجا رسوندم و بریم تو گیم. آقا من سر همه مرزام نیرو به شدت نیرو گذاشتم، مخصوصا سر این مرز به شدت. خب ما شروع میکنیم بازی ها. 3 2 1 از همین الان شروع شد بازی. خب آقا بنده یه نمیزنم به این. تموم شد، شهر گرفته شد، پولم که دارم. میرم داخل برلین. برلین کو برلین کو برلین کو برلین. برلین کجاست؟ برلین کو؟ جدی برلین کو؟ برلین نمیبینم من کورم. آها اینا. خب میم اینجا یه دونه از این نیرو سوار کنم میفرستیم تو شهر. یا علی شهر مال ما شد و هر چی نیرو داشت تموم شد، کلا تموم شد، جمع کردیم. خب ما الان نتیجه میگیریم که خب ما که داریم کار درستی میکنیم. ما دیگه زیادی فکر نزنیم، میایم با اونا کاری نداریم. این وسط یه دمیج رو میدیم 32 تا 30. حالا اینجا اینو میزنیم 11 18 تا. اینجا اینو میزنیم 47 دمیج خورد، میاریم جلو. اینجا اینو میزنیم 75 دمیج خورد، با خاک یکسان شد. خب حالا ما این مرز رو داریم، این مرزی که خیلی به نظر مرز خوب و پایه. اگر بنده نیرامو از اون خارج کنم کار اشتباهیه. اینا میخوان نفت بزنن، اشکال نره بذار نفت بزنن. ما مشکل داریم مگه با این نفت زدنشون؟ نفت بزن ولی به موقع. نفتمون کمه الان که نیرو کم بیارن. برگرد درجات. به نظر بنده اینم ببریم بالا. اینو بزنیم، اینو بزنیم، اینو بزنیم و اینو بزنیم. خب اینم میتونم بیارم تا نه کاری ریسکی نمی کنم. همه ریرامو تیکون دادم. نیرو دریایی هم همین جوتا موندن، تیکون ندادم. یه نمیزنیم. اوف 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 چه دمیجی خوردم. خب یه نیرو دریاییشون رو زدیم، نیرو دریاییشون هم میزنیم. تا فعلا که اوضاع خیلی خوبه، فرانسه رو داریم میگیریم. البته یه کامل نگرفتیم و میزنیم تایممون بگذار. تایممون گذشت. میزنم کلا نمیخوام نان کنم کل کشور چیکار میکنم، چون که خیلی کشوره، حوصله همچین کاری ندارم. 100 تا بهم گرفت. کلی آدم یارم شدن، کلی هم دشمنم شدن. خب اینو میزنیم، اینو میزنیم. تا فعلا اوضاع همه چی خیلی خوبه واسه کسانی که میبینم. اونم نابود شد.
به جاش این نیرو رو میزنیم سر بالایش نفتمون. ایشون رو میزنیم سر این. ایشون رو میبریم این بالا، میزنیم ایشون رو. ایشون هم که کلی نیرو پشت مرزاش داریم. تا فعلا همه اوضاع خوبه تقریبا. از لحاظ نیرو دریایی هم که داریم میزنیم. با همه یه بار میزنم، با این یه بار میزنم و با اینم میزنم، چون که این شیشمه به دلم نمیخوره نابود بشه. نابود نشد با اینم یه بار میزنم دیگه نابود شد. خب نابود شد. حالا ما چیکار میکنیم؟ نیروهامون که همونجا هستن باید بمونم. ما یه اینو میزنیم به این، یه اینو میزنیم به این، اینو آپگرید میکنیم، اینو میارم اینجا. حالا از این مرز بنده شون که با شوروی مشکل دارم، باید شوروی بزنیم. خب چیکار باید کنیم؟ حالا اینجا که نیروم سر جاشن، تیکونشون نمیدم. واجی نفتم خیلی کمه. نفت بذار ببینم. یعنی نفتم خیلی خیلی کمه. چرا؟ من اینو گذاشتم اینجا 40 تا نفت. این مال اونو 20 تا نفت. من البته راست میگم. نمیشه مجرداشو گرفت. سخته، همیشه سخته. خب ما نیروی این برو تو اگه از همه قوی تری بچه ها حواسم بهتون هست. سر ویدیو بمونید. لول 5 تو لول چندی؟ لول 2 تو لول چندی؟ لول 2 تو لول چندی؟ لول 2 لول 5 تو لول چندی؟ لول 3 تو لول چندی؟ لول 3 خب تو لول چندی؟ لول 5 تو لول چندی؟ لول 4 50 تا 66 20. این نسبتا بهتر، این بهتر. این از این تانکای لول 1 میسازم. گریدش هم میکنم بشه. الان لول 2 شد دیگه. الان لول 2 نشد ولی خب میشه. خب ما برای اینکه بتونیم لهستان رو بگیریم به یک استراتژیک فوق‌العاده قدر نیاز داریم. این شهر لهستان غلطی نمیتونه کنه ولی نسبت، چون این ورتر بیاد با نیروی ما مواجه میشه، اون ورتر میشه غلطی نمیتونه کنه. خب پس ما اینو میذاریم همینجا، اینو میذاریم اینجا، اینو میذاریم اینجا، اینو میاریم اینجا. خب آقا یا علی نکنید ابتدا با اینو دانید. خب بعدش با این دانید. تمام شد. بعدش با اینو دانید. با اینو نمیش میدیم. با اینم اینو نمیش میدیم. خب نکن. اگر اینجوری باشه که ما الان اینجا کلی نیرو داریم و نیرو اینجا موندم که نمیتونیم کارش کنیم. بله گریدشون کردیم ولی خب به درد نمیخورن. میزنیم دوباره ترم بگذاریم. بچه اشتباهاتم تو این بازی هم توی کامنت ها بگید که تو این بازی چه اشتباهاتی داشتم، چه کارهای مثبتی کردم. حتما توی کامنت ها بهم بگید. خب ما اینجا نگاه میکنیم میبینیم که همیشه درسته. اینم که جون نره. قرارم بر این بود که با اینو میزنیم، با این
شهرشون رو میزنیم. اینم که سر پالش کن نفت بمونه. با این اینو میزنیم. بعد گند زدیم. با اینم که اینو میزنیم. ترکید. خدا رو شکر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همینجوری الکی سر بود. خب بریم سراغ ادامه بازی. آقا ما اینجا پر از ماشینی درسته؟ اینجا چرا رو اون وری تو چرا برمیگردونیم؟ همه یه مرزامو میخوام با لهستان کجایین؟ همه یه مرزامو میخوام باش پر کنم، یعنی یه دونه مرز خالی هم نذارم. ببین آکن اول یه نمیزنیم به این، بعد یه میزنیم به این، بعد یه اینو ماچ میکنیم به طور که بعد اینو اینجا میزنیم به این. خیلی داریم سوتی بزرگی میلیم. از اینجایی هم که این هیلش بوره سوتی خیلی بزرگتریه این کار. ما اشته باشم. خب ما ماشینگانمون از همینجا برمیداریم، اینو میاریم اینجا میذاریم. وای شو کردم. اینجا میزنیم. وای یه شوسه دیگه جون داره. با اینم بزنم ترکیده. خب نیرو هوایی یه جورش رو زدیم. اون برم که مرز مستقر قوی داریم، باشون که کاری نمیتونه کنه. ما الان اگه بخوایم کاری کنیم باید کیو بزنیم؟ باید حواسمون به شوروی که از اون برم با مرز داره باشه. حواسمون باید خیلی به شوروی که از اون بر با مرز داره باشه. حواسمون باید خیلی هم باشه، نه که یک کله باشه، خیلی باید حواسمون باشه. خب به نظر من فرانسه رو بنده میگیرم. خب ما یه دونه از این داریم که میزنیم 46 خیلی سر شهرش مستقر لعنتی. اینو میزنم اینجا. یه دونه دیگه از اینا میکنم. نه تایمو نمیزنم بگذاره چون که هواپیما داریم. میزنم سر پالش کن نفتشون بمونه. این دوتا هم میبرم سمت این تنگه. او خیلی دمش خوردم، اشتباهه. میزنیم ترمون بگذاره ببینیم انگلیسش کار میکنه. انگلیسی فقط داره با نیرو دریایش بازی میکنه و اصلا نمیشه کنترلش کرد. خب میریم سراغ ادامه بازی. میبینیم که فنلاند داره از بالا میاد داخل. میگیم ای آقای فنلاند بفرما گم شو بیرون، شما عددی نیستی، نمیتونی کاری کنی دیگه، نمیتونی غلطی کنی. ما میریم چیکار میکنیم؟ این شهره رو میزنیم، اینم میزنیم. و شهر رو محاصره میکنیم، یعنی کامل نصف نیروها و یا بیشتر رو میبریم به سوی اون سمت و میایم که این تانکر رو بزنیم که ببینیم داشت شما چی میگی اینجا. بعد از لهستان بیخیال بشیم چون نیروی سمت شرقمون بسیاری کمه و باید به خاطر همینم که میگم بعد ازش بیخیال بشیم. لول 3 217 چون داریم
خب این آدمیش لول 1. لول 1. خب ما چیکار میکنیم اینجا در این شرایط؟ میریم اینجا اینا رو میزنیم. خب این چند تا رو که زدیم بعدش اشتباه کردم 40 تا 70 دست دادم. بعدش میریم سر برلین چون 2 تا از اینا بزنیم ول میکنیم. بومبر برو بابا من دوست دارم خب سر یه کدوم بزنم. تو چی؟ فایترم فقط سر اونا میاد. انگلیس به تو چی؟ انگلیس دهنت سرویس انگلیس نگان. ایناشون که خیلی نیرو دارن کل نیروهاشون رو پشت سرم دیگه میارن تو مرز من برای چند تا جبهه نیروهای دارشون رو کنترل کنم یه وقت نیروهای منو نزنم. ما اینجا از اینا نه یه تانک میسازیم. خب بقیه پول نیرو سرپیاده رو اینا نه دیگه اینا اپگرید میکنم. اینا رو اپگرید. خب ما که اینجا کارمون رو انجام بدیم و میریم لب جبهه جنوب میریم چه خبره. میبریم تا اونجا که به نظر بنده کار پیروزمردانه‌ایه و اینجا ما باید مرزمون رو با این حفظ کنیم. یعنی ما الان نیروهایی که داریم سمت فرانسه خیلی خوبن. یعنی نیروهایی که داریم سمت فرانسه به نظر میتونن بزنن. همین تانک رو ببرم جلو اینو رو ببرم جلو چند تایی میتونن پاریس رو بزنن. باید حواسمون خیلی به این سمت باشه و من هر نیرویی که الان از تو برلین بیاد و میدمش رو به این سمت چون اون سمت خیلی مهمتره و اینکه اونور نیروهاشون خیلی بیشتره. به قول معروف متفقین نکنید. الان دیگه من بسته دیگه زیادی رو نفت خوابیدم. بازم اشتباه کردم خب مثلا من الان اینجا با اینو میزنیم خب از این میزنیم با اینم میزنیم. بنده برای نابود کردن انگلیس تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینم میارم جلو نبر میگردم سر جاش برلین. خب اینو میبرم کاور نیروهای سمت شرقم باشه. ما از همین جایی رو نه هواپیما میزنیم. چجوری از اونجا هواپیما میزنه میفرسته رو مرزای من نمیدونم واقعا عجیبه. این نیست از اون ور دنیا هواپیما میزنه میفرسته رو مرزای من نمیتونم از اینجا هواپیما بزنم بفرستم رو مرزای خودم. من میخوام بزنم رو لایس. آقا ما اینجا میفرستیم روی پلشمنت انگلیس یه بسته البته مال انگلیس نبود مال انگلیس شد. این هم نمیتونم زیاد حرکت بدم خاطر من دست پشت نمی کنم. تنها موزلمون اینه ماشین لول 4 انگلیس تنها موزل ماه.
من الان بنده هدفم اینه که یه دونه از این بمبکا بزنم روی هیچ تاثیری نداشت ولی خوب یه دیگه از این فایترها بزنم روی 14 تا باز خوبه. من خورده جمع کردم. بزنی شهر رو بریزی لهستان گرفتیم. خب این نیروش هم داره میاره جلو که دفاع کنه ولی خب کاری نمیتونه کنه. من میزنم بازم تایم بگذره و نیروی دریای ما تیکون نمیدم بچه‌ها. این یه چیز نفتاری، یعنی خیلی واسه تو نفت داری که نیروی دریایی تو بتونی تو دریا حفظ کنی و چی بهتر از این که نیروی دریایی تو دریا تکون ندی. مصر با من دشمن شده. خب تو کجا اونور دنیایی؟ چه غلطی الان میخوای کنی؟ نمیدونم دیگه. والله العظیم یوار گیم همینه دیگه. این رو بنده مجبورم بیارم روی پایتختم بشینه. این رو بنده مجبورم بیارم که این بزنه میزنه. این شوخی نره. بنده میرم اینجا میگیرم میرم داخل شهر. الان که تمام مرزا مال من شد خیلی بیشتر ترس داره شوروی از من، چون که دارم تمام مرزا رو حفظ میکنم و اما نیروی اون طرف هم کمه. یعنی اینکه روی برلین یه ساخت و ساز بزنیم. برلین یه ساخت و ساز راجع هواپیما اینا بزنیم. یه دونه بمبر بنده پرت میکنه این وسط. خب بنده یه اینو میزنم به تریک دیگه. دانه سرویس تریکید. خب ایشونو میزنیم. و دوباره هم ایشون رو میزنیم. کشورش رو هنوز نتونستیم بگیریم ولی خب داریم بعد جو تارمان میکنیم کشور رو. اما دیگه ادامه کار رو نمیخوام. بریم این بر این دریا رو بزنیم. این طرف اینو بزنیم. نیروی پایینمون حرکت نمیدم. یعنی از اینا. خب بنده الان تضفیری که دارم اینه که من این شهر مال منه که بازم اینجا من فقط هواپیما میسازه. یعنی شهر خوب نزدیک به این ور بنده پیدا کنم. اینجا شوروی داره از اون طرف حمله میکنه. ناکنید اگر دقت کنید نیروش سری قبل خیلی نزدیکتر شده و همش هم روی دریا روی شهر خودشه و این یعنی ضرر به نفع ما. اینجا ما باید ناکنید اینجایی که کلی شهر داره رو باید بتونیم بگیریم. باید بره پوشش نیروامون. نیروی نداریم بره پوشش متاسفانه. ولی بنده اگر کارش رو بزنم یه نفر خوب خیلی قشنگی بسن داره. نمیدونم دقیقا چرا داره من اون طرف دنیا میزنم. تموم شد. فنلاند رو زدن. فنلاند کلن شکست. فنلاند رو گرفت. ببینم. بله شوروی داره مرزاشو خیلی نزدیکتر میکنه. منم مرزمون رو نزدیک میکنم. از بالا هم دارن میان، از راست هم دارن میان. من پاریس رو باید بزنم. پاریس رو باید بتونم بزنم. نباید اینکه
بزنم، باید بتونم بزنم. نکن با این یه نمیزنم. خب خدا شکر پاریس شکست خورد. البته هنوز اینجا نیرو داره. برگردم سر مرز خودم. پاریس رو تقریبا شکست خورد دیگه. مرکز شهر با پاریس رو گرفتم دیگه. خب الان این اگه نیست پس چیه؟ دیگه پاریس شکست خورد. دیگه منتظر شکست خوردن پاریسیم. بذار ببینم. دیگه پاریس شکست خورد دیگه. 9 ترم دارم من با اینا میجنگم. تمام نیرو رو بفرستید بالا. آره 2 شهرشو گرفتم دیگه. شهری به جز لایان واسش نمونده. لایان گرفتم تمامشو. بنده الان اینجا تانک ها میسازم. دیرو بری میگردم سر جاش. نیروهامو سعی میکنم پشتم کاورم دیگه نگه دارم. البته که اینجوری کاور نمیشه ولی خب اونجا مرز رو من ندارم. شوروی تنها جایی که من مرز دارم این جای لعنتیه که رو نمیبینید. بچه امیدوارم از این پارت لذت برده باشید. به آخر پارت رسیدیم. تونستیم آلمان رو خیلی گنده کنیم. البته که سوئیس این وسط مزاحمه. البته که خیلی تونستیم آلمان رو گنده کنیم و اینکه پاریس هم گرفتیم. فکر کنم آلمان شکست خورد دیگه. این شهرش هم شهر بلژیک رو گرفتیم. پاریس هم گرفتیم دیگه. آلمان فکر کنم شکست خورد دیگه. الان کاری نمیتونه کنه. با استراتژی که خوب تونستیم. میگم آلمان فرانسه خیلی شکست خورد دیگه. کاری نمیتونه کنه. با استراتژی که خوب تونستیم فرانسه رو شکست بدیم. البته فکر کنم باید الان دیفیتش بیاد. درست مثل اونجا که همه مرز فنلاند گرفتن. شوروی فنلاند گرفت و ما فرانسه رو گرفتیم. و الان تنها مرزی که داریم و ترسم دارم ناحیه شماله. یعنی در واقع اینجا و اینجاست که من خیلی ازش ترس دارم. برای اینکه امکان داره خیلی یهویی حمله کنن و ما رو تارمار کنن. لطفا بذار من این کار رو بدم. تا اینکه دشمنه حمله کنن و ما رو تارمار کنن. همین بود که گفتم که خیلی اینجا خطرناکه. امکانه اینکه شکست بخوریم هست ولی خب من چون چند بار این بازی کردم این امکان شکست خوردم کمه. به مرزه برلین هم داریم. برای وضع ختام برنامه بنده میخوام یعنی از اینا اینم رو چی میتونم بندازم. اینم رو اونا میتونم بندازم. هلند نه کاری ندارم. هلند ضعیفه. چون این پر میتونم با شوروی بندازم. رو این میتونم رو این بندازم. 20 شد خوبه. و این بود از این پارت. امیدوارم لذت برده باشید. پارت بعدیش هم احتمالا به زودی واسهتون بذارم. احتمالا چند روز دیگه یا فردا پارت بعدیش بیاد. دارم خسته نباشید. خدا
نگهدارم. راستی یادم رفت، یادتون نره لایک و سابسکرایب کانال رو یادتون نره. گودبای.